صد درد و دریغ. امروز ما یکی از نویسنده های بزرگ تاجیکستان، نویسنده خلقی تاجیکستان، کارمند شایسته تاجیکستان، دارنده جایزه به نام عبدالله رودکی و چندین مکافات‌های دولتی، اردن و نشان‌ها، استاد کرامت الله میرزا را به راه آخرت و دنیای آخرت خیل میکنیم. استاد کرامت الله میرزا یک نویسنده واقعاً پاکسرشت، واقعاً دوست دارنده کسب خویش، یکی از آنهای بود که با زحمت قلم، با نوگ قلم نان خورده عمرش را سپری نمود و دهها اثرهای خاطرمان آفرید. از روی اثرهای او چندین فیلم نامه ها آفریده شدند. او خواننده های زیادی داشت، محبوبیت بی نهایت افزون بین خوانندگان و بین مخلصان خویش داشت و امروز صد دریغ در آستان گسیل او قرار داریم و به این مرد بزرگ، به این نویسنده بی امثال، به این نویسنده پاکسرشت و پاکضمیر و جوینده و آفرنده در دنیای آخرتش آسایش و یعنی بگذار خداوند در کرسی عرش، در پایه کرسی عرش جای دهد و بهشت برین منزل آخرتش باشد. یک شخصیت بسیار شناخته، یک فردی که عمر برکتبار خود را برای خدمت به این مردم، به این دولت بخشیده بودند. نویسنده خلقی تاجیکستان، برنده جایزه دولتی به نام استاد عبدالله رودکی، استاد کرامت الله میرزایف را از بین ما ربودند. استاد کرامت الله میرزایف در ادبیات تاجیک جایگاه خاص خود را دارند و استاد رو من یک شخصیت بسیار زمینی از اهل تواضع یافتم. بسیار خاکسار بودم، هرگز میان خود و همصحبتشان تفریقا نمیگذاشتن، از بالا نگاه نمیکردن. و یک خصلت عجیبی استاد این بود که هر موادی که از ما در هفته‌نامه ادبیات و صنعت به نشر میرسید، بعد از مطالعه اون حتما زنگ میزدن، فکر اندیشه شون میگفتن، اظهار خوشحالی میکردن، دعا میدادن و همین سخنهای خوبی اونها باعث میگردید که ما بیشتر و خوبتر و دلگرمتر به کسب خود به نوشتن رو بیاریم. و مطمئن هستم که تا وقتی که آثار استاد در تمام کتابخانه های کشور هست، تا وقتی که در دست خواننده ها هست، هیچگاه نام اونها از یاد نمی رود. اونها زنده جاوید برای تمام اهل ادب و تمام اهل قرائت و تمام اهل سخن باقی میمونند. و در این روز تنها یک سخن میتوان گفت که تمنا میکنیم که خانه آخرت استاد پرنور باشد. نام اینه که اونها را همیشه ما شاگردانشان پاس میداریم. زنده و جاوید ماند هر کند تو نام زیست، که از عقب از ذکر خیر زنده کند نام را. وقتی که نگاه میکنیم در این جنازه بسیار با شکوه، اما تمام مردم از جمهوری، دوستان، یار و رفیقان، شناس ها، اهل ادب، اهل کلام، همه جمع آمدن برای یک جنازه با شکوه استاد کرامت الله میرزا. این کس در حقیقت شخص میباشند که از اول تا آخر عمر، انا امروز گفتن که با میلادی بگیریم اگر آبانه 83، اگر با حساب هجری بگیریم 85 سال عمر دیدن و در این عمر با برکت بسیار کارهای خیر کردن. غیر از این کتابهای بسیاری همچون نویسنده خلقی تاجیکستان، لاوریت مکافات به نام عبدالله رودکی و یک زمره کتاب ها، هم حکایه ها، هم قصه ها، هم رمان ها
و کتاب‌های این کس نوشتن درباره آن همین مردم دیها، درباره آن همین خلق میباشد، مردمی میباشد که در همینجا مثلا گرد آمدن. خب یعنی این کس مثلا با همین دیها با همین قطعه مثلا یا ریشه پیوند بودن. بنابراین وقتی که ما درباره کتاب‌های این کس، درباره مثلا در آرزوی پدر وقتی که معلومات میگیریم، وقتی که درباره مثلا عشق سرخور معلومات میگیریم، وقتی درباره مثلا خب ماجرای عشق معلومات میگیریم، این کتاب‌های میباشند که در حقیقت ماندگار هستند و کتاب‌هایی هستند که آنها را مثلا نه فقط مثلا مردم تاجیک بلکه مردم تمام شرق، بلکه مردم ایران و مردم مثلا خراسان میخواند. و ببینید که مثلا زیادتر کتاب‌های این کس مثلا فیلم از کتاب‌های این کس مثلا از آرزوی پدر فیلم‌ها برداشتند. ببینید که مثلا اثرهای این کس با چندین زبان‌های خود ترجمه شدند و خوش به حال اون مردمی که در همین دیها فرض کردیم که چنین شخص بزرگ خب با دنیا آمده است، زندگی کرده است و این کس مثلا از همون پدر بزرگوارشون منشأ گرفتن. مادامی که از پدر یک شعر هست که مثلا دل چون نطفه گشت چراغ نظر شود، فرزند نیک جانشین پدر شود. در حقیقت استاد کربلا مطیع میرزا این جانشین بسیار برومند انامی خلق بود، انامی پدر بزرگوار بود. جایشان جنت باشد، خودشان منور باشند. خب این استاد بزرگوار ما را ما با استاد بسیار رابطه نزدیک داشتیم و استاد حقی همیشه استادی داشت و اولین حکایه ما را استاد تعریف کرده است. استاد بسیار نویسنده موثر و با استعدادترین نویسنده تاجیک بود که اثرهاش تیز میان مردم محبوبیت پیدا میکردند، مثل همون که عشق سرخور و همون اثرهاش که پیشتر نوشتن، کینو تهیه کردن از روی همون در آرزوی پدر و تمام اثرهاش و واسطه تلویزیون رادیو با نمایش شده میشه. درد عشق شروع کرده از درد عشق تا گوشواره و گهواره و در آرزوی پدر همه اثرهاش معمول شدن. استاد بسیار شخصیت متکرر بودن. همیشه میگفتن که عبدالمجید این موضوع عالم حیوانات رو نپرد در این موضوع نوشتن گیر. برای همین استاد رو از دست دادیم. یک انسانی که در ادبیات معاصر بسیار یک شاهستون بودن و تا دم مرگ اثر ایجاد میکردن، پیوسته از ایجاد هیچ وقت دست نکشیدن. استاد امروز در دهه چقدر مردم و خاطر استاد با ویدا آمدن، خیر خوش کردن با استاد. استاد در منزل آخرت رفتن، یادشان بخیر باشد. چون در ادبیات اثرهای کرامت میرزا جاویدانی هستند و آنها رو نسل آینده نیز مورد پژوهش و تحقیق قرار میدهد. و اثرهای استاد کرامت میرزا نه تنها به زبان تاجیکی بلکه به بسیار زبانهای دنیا ترجمه شدند، تهیه شدند. کینوهایی که از روی اثرهای تهیه کردن در خارجه، در افغانستان، ایران نشان دادند. اثرهاش به زبان انگلیسی و لاتینی و آلمانی ترجمه شدند و من گمان میکنم آینده باز اثرهای او را گشته برگشته از چاپ میبرند تا اینکه خوانندگان ما از آن بهره بردارند.